بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز ما خوب هستین؟ جان جور آرامیز. خیلی وقت شده بود در فارسی ویدیو جور نکرده بودم. روغن بلسان برای بی اولادی 1 میلیون دیده می زره. این برادر ما روغن بلسان گرفتن، صحیح است. اینا خو از پاکستان هستن، از عمان آمدن از مسقط برای بی اولادی. فایده ایرا دیدن. باز अच्छा आप उर्दू में थोड़ा बोल दे, मैं तर्जुमा कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त मस्कत ओमान में मुझे मिला, बोलते आप उम्र में जा रहे हैं तो मेरे लिए ये बिल लिसान लेके आना। मैं बोला ठीक है। तो ये बोलते हैं, उस भाई ने बोला मैं 15 साल से पहले ये मैं लिया और मैंने अपने एक दोस्त को दिया, सिर्फ 3 दिन 4 दिन के लिए एक कतरा इस्तेमाल किया। उसका 6 साल 7 साल तक औलाद नहीं हो रहा था, उसका अल्लाह पाक ने औलाद दे दिया। बोलते उसने भी सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल किया। शफा तो अल्लाह पाक देता है हर बीमारी का, और ये औलाद भी अल्लाह पाक ही देते हैं। उसको यकीन अल्लाह पाक के ऊपर भी था और इसके ऊपर भी उसको था, इसलिए उसने ये इस्तेमाल किया। अब मुझे उसने 1 पीस का बोला, अब उसने फ़ोन करके बोला मेरे लिए 5 पीस लेके आना। अब मैं इनके साथ खान साहब के साथ 5 पीस लिया और अपने लिए भी पीस लिया। मेरे पास अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह औलाद है। फिर भी मैं बोला मुश्किल ये किसी के लिए फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, और मैं किसी के फ़ायदे के लिए लेके जा रहा हूँ, नेकी के लिए इंशाअल्लाह। بله برادر ما گفتن که 15 سال پیش بلسان گرفته بودن. این کار ما الحمدلله تقریبا 20 سال میشه میکنیم. 15 سال پیش بلسان گرفته بودن. کسی که 6-7 سال همینطور یعنی اولاد نمیشد، برایشان 3-4 خوراک خورده اولاد شده. حال الله تعالی که شفا بده، برای یک خوراک هم بده شفا میده، شفا نده اینی کلانش هم بخوره شفا نمیده. لیکن یک چیز تجربه‌ای است، بسیار مشتری ما اینو میخوردش میگیره، برایشان الله تعالی شفا میده. صحیح است. یک چند روز پیش هم از کابل یک تا گرفته بودک. اول باز یک دو هفته پیش برای ما واتساپ کرد، دیگه هم بکار بود. برایشان باز پرسا کردیم چه فایده کرد، گفت برای بی اولادی. الحمدلله برای صرف بی اولادی نه، برای هر مرض خوب است. صحیح است. طریقه استعمالش اینمی است که شو از طرف شو 2 گلاس شیر گرم میکنی، نیم گلاس. در خانه ما افغانی مردم خو شیشه گلاس میشه، همین نیم گلاس باشه. این شیشه گلاس ما کجا رفت خواه، این همینه و دوسر شیشه والا گلاس دون ره که 2 گلاس نیم شیر گرم میکنی. 1 قطره زن 2 قطره مرد پرتافته میخوره. بعد از خوردن ازی با سنت خانگی ادا میکنن. صحیح است انشالله. و ایام ماهواری که زن ماهواریش میآید باز فقط زن میخوره، باز مرد نمیخوره. باز ایام ماهواری زن هر روز میخوره، هر شب میخوره، 3 شب 4 شب 5 شب هر چی از مشکل نیست. و دیگه ایام هر وقت که ایرا زن و مرد بخوره سنت ادا بکنه، از طرف شو میخوره. صحیح است انشالله. دیگه ویدیو ما هست و را باز روان میکنم در واتساپ. اینی واتساپ نمبر ما هست 0096551541543340. اینی هر دو موبایل نمبر است. دکان در مدینه منوره. و این همی چیز اگر بکار باشه در کابل هم پیدا میشه، در قندوز هم پیدا میشه. اینی قیمتش اینمی تو علیده پیک است. داخلش یک دانه 165 ریال، 325 6,500 1300 ریال. 3 گرم 6 12 24 گرم. چیز زیاد پیسه زیاد. صحیح است. و این دوای فقط برای بی اولادی نه، برای هر مرض خوب است. برای شکر، برای بی اولادی، برای قوت، برای یرقان، برای بواسیر، برای کنسر، برای هر مرض این دوای بسیار چیز خوب است. از چوب میبرای، از درخت، از کوه. این فقط اینجا میباشه. و بعد از اون دیگه بیرونی که است، پای دردی، کمر دردی، برای فلج، این چیزا باز با روغن زیتون چرب میشه. باز انشالله ویدیو دراز نشود، در واتساپ که رابطه کنیم باز معلومات پیشتر براتون میگم. صحیح است انشالله. و این چیز اگر میخواین در دبی هم پیدا میشه، در هر جا بخواین انشالله براتون پیدا میشه. انشالله ما براتون میگم آدرس. صحیح است. هر کس بگه که ما از طرف مدنی هستیم دروغ میگم. ما خود ما براتون دیگه جای آدرس براتون میتونم. در دبی برادر خودم است سید راشد مدنی. و دیگه در وطن بازار جایی که بکار باشه برای ما رابطه کنه. بخیر انشالله. الله شفا بده. السلام علیکم.